سلام دوستای قشنگم، خوش اومدید به کانال آشپزی فودینا. من میخوام تو این کانال تجربه آشپزی خودم رو با شما به اشتراک بذارم. غذایی که امروز براتون انتخاب کردم خورشت قرمه سبزی هستش. از اونجایی که قرمه سبزی یه غذای محبوب ایرانی و همه این غذا رو خیلی دوست دارم، من میخوام با یه دستورپخت ساده و آسان تو کوتاه‌ترین زمان بهتون آموزشش بدم. بریم برای پختش. پیازا رو همونجور که میبینید طبق تصویر نگینی کردیم و سرخ میکنیم. این غذا رو من برای 4 نفر تدارک دیدم که مواد لازمش رو با توضیحات کامل توی کپشن براتون می‌نویسم. لوبیا رو از شب قبل من خیس کردم و از لوبیای قرمز و سفید استفاده کردم. گوشت‌ها رو کامل شستم و تیکه تیکه کردم که اندازه خورشتی باشه. این بستگی به سلیقه هر کسی داره. هر کسی میتونه به اندازه‌ای که خودش دوست داره برای خورشتش گوشتش رو خرد کنه. پیازه که طلایی شدش بهش سیر رو اضافه میکنیم. سیر رو از اول با پیاز سرخ نمیکنیم، چون اگه زودتر اضافه کنیم سیر زودتر میپزه و میسوزه. یه مقدار که تفت دادیم گوشت هم بهش اضافه میکنیم. گوشت حسابی با پیازا تفت میدیم، مخلوط میکنیم که پیازا نسوزه و آب گوشت به خورد پیازا بره و بوی گوشت هم گرفته بشه. ادویه هامون رو به گوشت اضافه میکنیم. من از ادویه مخصوص که خودم درست کردم استفاده میکنم که برای اکثر خورشتا میتونید استفادهش کنید که دستورش رو توی کپشن براتون می‌نویسم. این نکته خیلی مهمی که واسه درست کردن هر خورشتی میتونید استفاده کنید که موادتون رو با پیاز حساب تقریبا نه به اندازه که گوشت سفت بشه. این باعث میشه که خورشتتون در آخر قوام بیاد و خیلی غلیظ بشه. لوبیا ها هم اضافه میکنیم و با مواد مقداری تفت میدیم. سبزی قرمه سبزی هم کاملا سلیقه‌ایه. بعضیا دوست دارن که از چنبدینه بیشتری استفاده کنن و بعضیا کمتر. میزان سرخ کردن سبزی هم به خودتون بستگی داره. هرچی تیره تر باشه سبزی، خورشتتون رنگش تیره تر میشه. سبزی قرمه گفتم کاملا سلیقه‌ایه و میتونید از هر مدلی که دوست دارید استفاده کنید. خیلی هم از سبزی آماده استفاده میکنن که خودم با اون درست کردم و واقعا خوب بوده. توی این مرحله که موادمون یه مقدار خودش آب انداخته سبزی رو اضافه میکنم. حسابی باید سبزی رو با مواد تفت بدیم، مخلوط کنیم که مواد به خورد همدیگه برن و مزه همدیگه رو بگیرن.
اینجا من آب رو به خورش اضافه کردم. فقط دقت کنید که به خورشتمون نمک نباید بزنیم، چون 1 ساعت اول پخت گوشت سفت میشه اگه بهش نمک بزنیم. تو همین زمان هم لیموها رو توی آب سرد خیس کردم که تلخیش گرفته بشه. برای برنجمونم من امروز شب برنج کته درست کردم و فقط مقداری آب اضافه کردم به روی برنج و نمک و کره و گذاشتم که بپزه هم زمان بخورش. لیموهایی که توی آب سرد خیس کرده بودیم و به خورش اضافه میکنیم تقریبا 1 ساعت بعد از اینکه خورشتمون پخته شد. آب برنج که تموم شد تقریبا به این حالت رسید دمش میذاریم. چون ما خورشت قرمه سبزی رو خیلی ترش دوست داریم مقدار پرک لیمو هم بهش اضافه کردم. شما میتونید از آب پورم برای طعم بهتر شدنش استفاده کنید که واقعا خوشمزه‌اش میکنه. حدوداً 2 ساعت و نیم گذشته و خورشت و برنجمون کاملا آماده است. بریم ببینیم. اینم از بمبام خورشتی که بهتون گفتم.
واقعا لذیذ و خوشمزه است، خوش عطر و بو. اگر این دستور پخت و امتحان کردین و خوشتون اومد، خوشحال میشم با لایک، کامنت و سابسکرایب کانال ما منو همراهی کنین. نگم از رنگ و طعم و بوی این غذا. امیدوارم از این دستور پخت خوشتون اومده باشه.